با سلام و ادب و احترام خدمت شما گرامیان. به احتمال قوی این سلسله کلیپ های من رو زمانی میبینید که در زندان هستم. چرا در زندانیم؟ برای اینکه معترض به خلف وعده هستیم، معترض به دروغیم، معترض به ناکارآمدی هستیم، معترض به این هستیم که به نام دین زندگی یک ملتی رو به تباهی کشیدید و یک دینی رو از چشم بسیاری انداختید. لذا همین اخیراً هم در دادگاه، وقتی گفتم در دادگاه تهران خلف وعده ها، گفت که مثلا کدام؟ بلافاصله من پیشم بود و بخشی رو گفتم، اینکه آقا مثلا در جمهوری اسلامی کمونیست ها نیز در بیان عقیده خود آزادن. نه تنها کرسی آزاداندیشی در این کشور وجود نداره، بلکه اگه کسی تعریف و تمجید اینها رو نکنه و تملق نگه، بدهکاره و سرکارش با زندان و داغ و درفشه. یا این رو گفتم در حکومت اسلامی اگر کسی از شخص اول مملکت شکایتی داشته باشد، پیش قاضی می رود و قاضی او را احضار می کند و او هم حاضر می شود، مثل همون کاری که امیرالمومنین کرد و با شکایت یک مسیحی یا خودش از یک مسیحی وارد دادگاه شد و نهایتاً همچون بیانیه لازم وجود نداشت، رأی به محکومیت او داده شد. اما در کشور ما چی؟ همه چی برعکس. حتی نمیشه حرف زد. اگر حرف زدی و گفتی بالا چشم ابروه، این قولت بوده، این قرارت بوده، این برنامه‌ات بوده، این عملکرد ناشایستی است که شرایط ما رو با بحران مواجه کرده، نتیجه این میشه که آقا شما تبلیغ علیه نظام کردید، توهین به رهبری کردید. به خود علی ابن ابی طالب اومدن جلوش و میگفتن که قاتله الله کافر ما افقه، خدا تو رو بکشه که تو چقدر دانایی، اما حیف که کافری. مرگ بر علی، مرگ بر علی که کافره جلو خودش. خب بلند شدن یاران که مثلا حالا مقابله ای بکنن. علی فرمود که بابا حرفی زده شده، دشنامی داده شده، فوقش اینه که دشنام با دشنام، حرف با حرف، نه مجازات دیگری. ما امروزه یک سری قوانینی درست کردیم که نه با اسلام سازگاری داره، نه با عقل، نه با هیچ منطقی. از یک طرف میگن مسئولین نوکرمان و خادممان، کارگزار مردمن. از اون طرف اگر گفتی بالا چشم ابروی این رفتار، این برنامه، این سیاست گذاری، این نوع حکمرانی یک ملت سربلند رو سربزیر کرده و این همه آسیب زده، باید به زمین و زمان بدهکار باشید. در همین جا گفتم باز این حرفای آقای خمینیه، اینو در پاریس گفته، عزل مقامات جمهوری اسلامی به دست مردم است. برخلاف نظام سلطنتی مقامات مادام العمر نداریم. طول مسئولیت هر یک از مقامات محدود و موقت است. نه حرفای آقای خمینی تو پاریس ها. با این حرفا مردم رو فریب داد. یعنی مقامات ادواری است، هر چند سال عوض می شود. اگر هم هر مقامی یکی از شرایطش رو از دست داد، ساقط می شود. خب مگه ما چی میگیم؟ میگی بابا شما با مردم قول و قرار گذاشتین. از ویژگی های یک انسان مومن، یک انسان فرهیخته، یک انسان شایسته اینه که به قول و قرارش پایبند باشه، متعهد باشه. اگر عهدی کرد عهد رو نشکنه و امثال این موارد. لذا این قصه رو شما زمانی دریافت میکنید که به احتمال قوی من باز هم زندان خواهم بود. لذا بنا گذاشتم که یک سری کلیپ ها رو آماده کنم در کنار 16 جلسه دادگاه هایی که پارسال داشتم در دادگاه انقلاب و حتما وقت بذارید، پیگیر باشید. خیلی از مسائل در این 16 جلسه دادگاه گفته شده و در دادگاه هایی که باز هم بوده و خواهد بود و اینها
در اختیارتون قرار میگیره، میتونه موجی ایجاد کنه و میتونه حرکتی بیافرینه. لذا ما داریم به اینا میگیم خیرخواهیم. برخورد با یک خیرخواه زدن تو دهن اون نیست. علی ابن ابی طالب به مالک اشتر میگه آدمایی که زبانشون تلخه اینها رو به خودت نزدیک کن و افرادی که زبان تملق و چاپلوسی دارند رو از خودت دور کن. اینجا در کشور ما همه چی برعکسه. ماهایی که داریم به عنوان خیرخواهی حرف میزنیم و نصیحت میکنیم و میگیم آقا انتهای این راه فروپاشی و بدبختی و مصیبت و نارضایتی مردمه، ما باید گرفتار باشیم و متملقین و چاپلوس ها و اراذل و اوباش امروز در صدر بنشینن و این شدنی نیست. لذا ما با مردم و با خدای این خالق میثاقی داریم که در مقابل این زورگویی ها و ستمگری ها بایستیم و اگر هم کشته هم شدیم این ادامه جهادی است که در سالهای جنگ دنبال کردیم و با افتخار فوز شهادت رو پاداشی از جانب حضرت حق میدونیم. انشالله موارد رو دنبال کنید، کلیپ های متعددی رو در خدمتتون خواهیم گذاشت و اینها رو دست به دست کنید تا مردم انشالله اینها رو دنبال کنید.